شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران قرآن کریم. امیدوارم که تا این درس از برنامه روحانی قرآن کریم سوال هایی که درباره روحانی قرآن کریم داشتید برای شما عزیزان پاسخ داده شده باشه و ان شاء الله در برنامه امروز هم در این برنامه هم به همراه شما عزیزان در امتداد درس های تلاوت سوره های آخر کلام الله مجید سوره دیگری رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم در مسیر پایانی کلام الله مجید. بعد از سوره مبارکه زلزله یا زلزال نوبت میرسه به سوره مبارکه بینه. از اونجایی که این سوره مقداری آیاتش بیشتر هست بدون مقدمه شروع میکنیم درس این برنامه رو. سوره مبارکه بینه رو تصویرش رو با هم میبینیم. در ابتدای تلاوت با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آغاز میکنیم بحثمون رو و تلاوتمون رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لم این علامت فتحه است، روی هر حرفی قرار بگیره صدای ا میگیره. میم ساکنه، هر جا ساکن دیدیم با کمک آخرین حرکت ما قبل میخونیم. لم یا کو این ضمه هست، روی هر حرفی قرار بگیره صدای او میگیره. نه این کسره هست، زیر هر حرفی قرار بگیره صدای ام میگیره. لم یکونه این علامتی که الف وصل داره این علامت صاد هست. این الف رو ما بهش میگیم الف وصل. این صاد کوچک این بالا از کلمه وصل گرفته شده. به این الف میگیم الف وصل. در هنگام وصل ما قبلش به ما بعدش خوانده نمیشه. اگر در ابتدای تلاوت آمد خوانده میشه، اینجا خوانده نمیشه. این علامت تشدید است، روی هر حرفی قرار بگیره دو بار خوانده میشه اون حرف، یک بار به صورت ساکن با کمک آخرین حرکت ما قبل نل، یک بارم با حرکت خودش لا نل لا. لم یکونل لا. ذی کسره هر وقت بعدش صدای یک اومد، حرف یا اومد، هر وقت بعد از حرفی که کسره داره حرف یا آمد آن صدای کسره تبدیل به ای میشه. نمیگیم ذ، میگیم ذی. لم یکن الذی نه کفروا. ضمه روی هر حرفی قرار بگیره صدای او میگیره، اما اگر بعد از آن حرف واو آمد صدا میشه او. کفروا کفروا. این علامتی که الفی که علامت صفری روی اون هست هیچ وقت خوانده نمیشه، فقط نوشته میشه. کفروا. لم یکن الذین کفروا من. میم کسره داره، نون ساکن هست، نون ساکن. احکام نون ساکن رو بارها در برنامه‌های گذشته گفتیم، من فقط خلاصه میکنم و سریع ازش گذر میکنیم تا عزیزان متوجه بشن که از این 4 تا قانون نون ساکن کدومش اجرا میشه. احکامی برای راحت تر خوانده شدن نون ساکن و یا تنوین داریم. 4 تا قانونه. اولین قانون میگه که اگر بعد از نون ساکن حرف ب قرار گرفت ما به جای نون میم تلفظ میکنیم، بهش میگیم اقلاب. این قانون رو. قانون دوم میگفت اگر بعد از حرف نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرف یا، را، میم، لام، واو و نون که سر هم نوشته میشه یرملون آمد، اون موقع به جای نون حرف بعدیش رو تلفظ میکنیم. یعنی نون ساکن حرف بعدی سر جای خودش هست، این نون ساکن رو هم تبدیل میکنیم به یک حرف ساکن از جنس بعدش و تلفظ میکنیم. به این قانون میگفتیم ادغام. قانون سوم میگفت اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرف ها، همزه، ها، های دو چشم، عین و ها و غین و خا، همزه و ها، عین و ها، های جیمی، غین و خا آمد، چون نون ساکن راحت تلفظ میشه همونطوری که هست تلفظ میشه. این قاعده رو میگفتیم اظهار یا ظاهر کردن نون همون گونه‌ای که هست. قاعده چهارم میگفت اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین هیچ کدوم از حروف قبلی یعنی با و یرملون و حلقی نیامد 3 قاعده قبلی اجرا نمیشه. قاعده چهارم که اخفا هست اجرا میشه. این قاعده میگفت که صدا از بینی ادا میشه، نون رو از بینی ادا میکنیم. در هنگام تلفظ نون مقداری صدا رو هم نگه میداریم در بینی که میگیم اخفا. و در مصحف شریف عثمان طاها، خطات این مصحف شریف عثمان طاها خدا ازشون قبول بکنه این خط رو،
هر جایی که اخفا میشه ساکن نون رو مخفی میکنه شیخ عثمان طه. ببینیم که در مثال ما کدوم یک از این قاعده ها اتفاق میفته. اینجا نون ساکن علامتش ظاهر است، چرا که بعدش حرف همزه آمده، اظهار میشه. همزه از حروف فرقی است، اینجا اظهار میشه. من اهلل، لام میچسبه به لام، الف در هنگام وصل میفته. اهلل که تا، ت فتحه داره بعدش الف قرار گرفته. هر حرفی که فتحه داشت با صدای ا خوانده میشه، مگر اینکه بعدش الف بیاد، چه کوتاه چه بلند، به این شکل نوشته بشه یا بلند بشه. حرفی که فتحه گرفت بعدش الف صدای آ میگیره و این حرف اگر از 8 حرف صاد، ضاد، تا، ظا، غین، قاف و خا و را بود پر خوانده میشه، یعنی صدا به سمت بالا و دهان باز میشه. اگر غیر از این حروف بود پر نمیشه. ت از اون حروف نیست، میشه کتابه، نمیشه کتابه، نه. اهل الكتاب، من اهل الكتاب، کی کسی بعدش یا صدای ای میگیره، کی نه، والمشرکین من. ببینیم اینجا نون علامت ساکنش مخفی شده. چرا؟ چون اخفا میشه، چون بعد از نون ف آمده که نه از حروف حلقی است، نه یرملون و نه با قاعده اخفا صورت گرفت. ساکنش رو هم شیخ عثمان طه مخفی کرد برای ما تا متوجه بشیم اینجا اخفا میشه. در حالی که ما دیدیم نون ساکن قبلی در مثال این طرفتر در من، اینجا نون ساکنش رو نوشته بود چون ظاهر میشد، اظهار میشد، اما اینجا ساکنش مخفیه. ما هم صدا رو مخفی میکنیم در بینی، ما اینطور میگیم، نمیگیم منفکینه، میگیم ما، مقدارم صدا نگه میداریم، منفک. ف میچسبه به کاف، فک، دوباره کاف خودش کسره داره، بعدش هم یا صدای ای میگیره، کی فکینه، منفکینه، منفکینه، حتی، ت یک بار با ه خوانده میشه، حت یک بار با فتحه خودش، ت چون الف قرار گرفته میشه تا، حتی و پر هم نمیشه، حتی این یا هم خوانده نمیشه، حتی. خط بعدی ت تی کسر بعدش یا صدای ای، تی یا هومو، این الف خوانده نمیشه، می میچسبه به لام، هومل تأتی یا هومل بی یا یک بار به همراه ب خوانده میشه، یک بار با کسره خودش، بی ی نه تو، تأتی یا هومل بینه تو. این تو وقتی تو میگیم که ادامه بدیم تلاوت رو، بخوایم که ادامه بدیم، اما اگه بخوایم اینجا توقف بکنیم آخر آیه که بهتر هست توقف بکنیم، قانون اینه که همیشه آخر آیه وقتی توقف میکنیم حرف آخر ساکن میشه، این واو میفته، اما در ته دو نقطه یک چیز دیگه هم اضافه میشه، نقطه هاش هم میفته. هر جا ته دو نقطه داشتیم در آخر آیه که روش توقف کردیم، هم نقطه هاش میفته هم حرکتش، تبدیل میشه به ه. بی نه اینطور میخونیم، تأتی همول بی نه. رسو زمه بعدش واو صدای او میگیره، رسولون تنوین بعدش میم اومده تبدیل میشه به چی؟ رسولم تبدیل میشه به میم، تنوین تبدیل میشه به میم. اینجا قاعده ادغام صورت میگیره، ادغام، به جای تنوین نون تنوین میم تلفظ میکنیم، میگیم رسولم میچسبه به میم، رسولم نه لفظ جلاله الفش خوانده نمیشه، این لام در ابتدای لفظ جلاله خوانده نمیشه. هر وقت 4 حرف واو، الف، لام، یا، فقط همین 4 حرف واو و الف و لام و یا که سر هم نوشته بشه میشه والی، هیچ علامتی بالا یا پایینش نبود، اون موقع خوانده نمیشن، فقط همین 4 حرفن، واو و الف و لام و یا. اینجا لفظ جلاله لام میچسبه، نون میچسبه به لام لفظ جلاله، رسول من الله. لفظ جلاله الله این فتحه میشه الف خوانده میشه، این لفظ جلاله قبلش اگر فتحه قرار گرفت یا ضمه پر خوانده میشه، اگه کسره بود باریک خوانده میشه. اینجا پر میشه یعنی چی؟ من الله، من الله، من الله، صدا رفت سمت بالا، نمیگم من الله، نه، من الله. رسول میم تشدید دار و نون تشدید دار رو هم همیشه مقدار روش در هنگام تلفظش صدا رو نگه میداریم.
رسول من الله یتلو، الف خوانده نمیشه. صحف فن، تنوین بعدش میم آمده، حروف یرملون هست، به جای نون میم تلفظ میشه. بعد تشدید هم داره، مقدار روش وای میستیم. صحفم طه، هی یک بار به همراه تا خوانده میشه، یک بار به همراه فتحه خودش. طه ه ره. اینجا اگه ادامه بدیم طهارتن میشه، اما آخر آیه گفتیم ت دو نقطه، تای تانیث، این هی که دو تا نقطه داره هم حرکاتش میفته هم نقطه‌اش، فقط یک هی میمونه در آخر آیه چون بس ساکن بشه، میشه مطهره. رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها، ها پر خوانده نمیشه، فتح بعدش الف صدای آ میگیره. فیها کتبن، دو تا ضمه روی با تنوین هست. کتبن تنوین بعدش چی آمده؟ حرف قاف در خط بعد. در اینجا در ابتدای خط بعدی حرف قاف اومده و قاف نه از حروف یرملونه نه با نه از حروف حلقی است، پس اخفا میشه. کتبون صدا میره در بینی. کتبون قیمه، قیمتونه در وقتی که ما میخوایم ادامه بدیم آیه رو، اما وقتی بخوایم بستیم آخرش رو ساکن میکنیم. قیمه و ما، میم فتح بعدش الف صدای آ پر هم نمیشه. و ما تفرق الف میفته در هنگام بس، قاف میشه سو بلام. تفرق الذین و ما تفرق الذین او، ضمه بعدش واو اومده، صدای او میگیره. او تو، اینجا او تو میشه، اما این الف چون خوانده نمیشه اینم در هنگام وصل میفته. لام ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. همیشه ساکن و تشدید رو به همراه آخرین حرکت ما قبل میخوانیم. الف حرکت نداره، اینم نداره، واو هم نداره، ت ضمه داره. آخرین حرکت ما قبل ساکن لام ضمه تا هست که میچسبه به لام. تل، اینجا نمیشه او تو، چون شکل کلمه بعد در خواندن این کلمه تاثیر میگذاره. اینجا ما ت رو باید بچسبونیم به لام، میشه او تل. او تل کتاب اوتو الکتاب الا، فتح بعدش الف صدای آ اما پر نمیشه. الا من، نون ساکن بعدش با آمد، قانون اول اجرا میشه، بعدش با آمد نون تبدیل میشه به میم. این قاعده اولی بود که بهش میگفتیم اقلاب. شیخ عثمان طاها در این مصحف شریف هر جا که اقلاب میشه یعنی نون تبدیل میشه به میم، خود به خود یک میم خودش بالا نوشته تا ما به جای نون میم تلفظ کنیم. میم، چرا میم تلفظ میکنیم؟ چون آسان تره اینطور تلفظ کردنش از اینکه بگیم من بعده آسان تره. من بعد ما جاء، این علامت مد روی الف واو و یا قرار میگیره و هر جا که روشون قرار گرفت باید به اندازه بستن 3 تا انگشت در حد عادی بکشیمش. جاء، جیم پر هم نمیشه، فتح بعدش الف صدای آ اما پر نمیشه. جاءتهم. خب بریم جاءتهم. خط بعدی الف در هنگام وصل میفته، لام ساکنه نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، از خط بعد کمک میگیریم. خط قبلی از ضمه میم میچسبه به لام. جاءتهم البینه، این آیه رو دوباره بخونیم. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، آخر آیه هم نقطه میفته هم ضمه. و ما هم پر خونده نمیشه هم مد میشه. و ما رو، ضمه بعدش واو صدای او میگیره و این مدی که روی واو هست باید کش بدیم این رو. و ما امرو، این الف خوانده نمیشه الا. و ما امرو الا لیعبدوا،
لیعبدو. این به تنهایی میشه لیعبدو. الف لفظ، این الف ساکن خوانده نمیشه، الفی که علامت صفر داره. این الف در هنگام وصل میفته، لام لفظ جلاله حرکت نداره خوانده نمیشه. این لام نیاز به کمک آخرین حرکت ما قبل داره. این لام حرکت نداره، این الف حرکت نداره، این الف حرکت نداره، این واو حرکت نداره. ضمه دال میچسبه به این لام. میشه چی؟ لیعبدل. اینجا دیگه میشه لیعبدل، نمیشه لیعبدو، چون دال میچسبه به لام. اینجا دیگه خود به خود واو و الف و این لام هیچ خوانده نمیشه. لفظ جلاله چون ما قبلش ضمه داره، حرکت ما قبل پر خوانده میشه. گفتیم لفظ جلاله ما قبلش فتحه و ضمه باشه پر میشه. لیعبدوا الله الا لیعبدوا الله مخلصین له. الف خوانده نمیشه در هنگام وصل، لام هیچ علامتی نداره خوانده نمیشه. دال نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، ضمه ه میچسبه به دال. له الدین. بریم خط بعدی. حنفاء ف پر نمیشه، مد هم میشه. حنفاء و یقیمو. الف خوانده نمیشه، این الف در هنگام وصل میفته. لام هم خوانده نمیشه چون هیچ علامتی نداره. صاد تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. لام حرکت نداره، الف هم نداره، این الف هم نداره، واو هم نداره. ضمه میم میاد میچسبه به صاد. ل لام فتحه داره، بعدش الف صدای آ پر هم نمیشه. صلات و یقیم الصلات دیگه نمیشه و یقیمو. این به تنهایی یقیمو هست، اما چون مجبوریم این رو بچسبونیم به حرف ما بعد که حرکت نداره، صادش اولش نیاز به کمک داره، دیگه میشه یقیم و یقیم الصلات و یؤتو. این الف خوانده نمیشه، اینم خوانده نمیشه، اینم لام هم خوانده نمیشه. زا نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل که ت هست، ضمه ت میچسبه به زا، چون این واو و این الف و این الف و این لام خوانده نمیشه. میشه و یؤتوز. اینجا و یؤتو بود، اما چون اینجا ما نیاز داریم ت رو بچسبونیم به زا، دیگه نمیگیم و یؤتو، میشه و یؤتو. قبل از اینکه این ضمه برسه به واو میچسبه به زا. و یؤتوز کا فتحه بعدش الف صدای آ اما پر نمیشه. زکات و یؤتو الزکات. اگه ادامه بدیم میشه زکات. این جیم به ما میگه که اینجا اجازه داریم یا جایز هست که توقف کنیم، یعنی بیستیم نفس بکشیم. اگر توقف کردیم اون موقع این ت، این هی که دو تا نقطه داره و فتحه، هر دو تاشون میفته، هم نقطه‌اش میفته هم فتحش میفته، میشه زکاه و یؤتو الزکاه و ذلک دین القیمه. این الف میفته، دین میچسبه به لام. دین القیمه. اینجا هم در هنگام توقف ه میفته. این آیه رو با هم بخونیم. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. چون من توقف کردم همزه اینجا ساکن خوندم، اما اگه ادامه بدیم دیگه نمیشه توقف کرد، اینجا دیگه ساکن نمیشه و فتحه میگه. مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة. من اینجا توقف کردم، اما اگر ادامه بدیم و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. این از این صفحه ادامه بدیم، در صفحه بعد تلاوت رو. آیه بعدی این تشدید داره، نون مقدار روش توقف میکنیم. ان الذين كفروا الف خوانده نمیشه. من نون ساکنش بعدش حرف حلقی اومده ظاهر میشه، یعنی همونطور که هست اظهار میشه خوانده میشه. من اهل لام میچسبه به لام، الف در امکان وصل میفته. اهل کتاب فتحه بعدش الف صدای آ میگیره اما پر نمیشه. من اهل الكتاب والمشرکین
فی ضمه کسر بعدش یا صدای ای میگیره، فی فتحه بعدش الف صدای آ میگیره اما پر نمیشه. ناری، فی ناری جهنم، جهنم. نون رو وقتی تلفظ میکنیم تشدید داره و همچنین میم تشدید داره، مقدار صدا رو در بینی نگه میداره. جهنم. خط بعدی خا، فتحه بعدش الف اومده صدای آ میگیره. خا، خ از اون حروفی است که پر خوانده میشه. صاد و ضاد و تا و ضا و غین و قاف و خا و را. خا نمیگیم خ، خا. خالدین، خالدین فیها اولئک. اگر اینجا ادامه بدیم مد رو میکشیم، این مد دیگه روی الف باید کشیده بشه. اینجا جیم یعنی اجازه داریم توقف کنیم، اگه اجازه توقف کردیم دیگه نمیکشیم. چی میگیم؟ خالدین فیها. اگه ادامه دادیم میکشیم، ادامه ندادیم نمیکشیم. او این واوی کلمت صفر داره خونده نمیشه. دقت کنید عزیزان، واوی کلمت صفر روش هست خوانده نمیشه و نقشی هم نداره. اگر این علامت صفر روی این واو نبود، این ضمه الف ضمه داشت، همزه ضمه داشت، بعدش واو میشد او. اما این واو نوشته میشه ولی نقشی نداره دیگه، نمیشه او، میشه او، چون این صفر روش هست. اگر این صفر روش نبود میشد او، مثل کفرو. دقت کنید اینجا کفرو ضمه بعدش آمد صدای او گرفت شد رو. اما اینجا این علامت فرق این واو چیه؟ علامت صفر روش نداره، این واو علامت صفر داره. این واو نوشته میشه اما خوانده نمیشه، انگار که نیست اصلا. او فتحه بعدش الف صدای آ میگیره، پر هم نمیشه. اولئک هم شر رو، شر رو الف حذف میشه در وصل، ر میچسبه به لام. شر البری، ر میچسبه به یا، تشدید داره چون یا باید دو بار خوانده بشه، یک بار به همراه کسره ر، ری، یک بار با کسره فتحه خودش، ری یه، ری یه. ت اگر ادامه بدیم میشه بریته، اما اگر آخر بایستیم این ت میشه ه، هم نقطهش میپره هم کسرش، میشه بریه یه. این آیه یه بار بخونیم با هم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. اینجا من توقف کردم. اگه ادامه بدم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا، فتح بعدش الف صدای آ پر هم نمیشه، آمنو. إن الذين آمنوا الف که صفر روش هست هیچ وقت خوانده نمیشه. حتی بعد و عملو، این به تنهایی عملو هست اما این الف خوانده نمیشه، اینم خوانده نمیشه، لام هم خوانده نمیشه، صاد تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. نه لام، نه الف، نه این الف، نه این واو، هیچ کدوم حرکت ندارن. لام ضمه داره میچسبه به صاد، دیگه نمیشه و عملو چون اصلا نمیرسه به واو، این ضمه مستقیم میچسبه به صاد. و عملوس لس و عملوس صاد فتحه داره بعدش الف پر خوانده میشه، صدای آ میگیره و پر هم میشه، از اون حروفی است که پر میشه. صاد، با، تا، ضا، غین، قاف، خا و را. و عملوا الصا نمیگیم سه، و عملوا الصالحات ه پر نمیشه، این حرف پر شد اینجا پر نشد، در حالی که هر دو فتحه داشتن به الف بعدشون صدای آ میگرفتن، هم صاد هم ها. دقت کنید این پر میشه این نمیشه. و عملوا الصالحات اولئک هم خیر خیر البریه. این آیه رو با هم بخونیم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء فتحه بعدش الف صدای آ میگیره اما هم مد باید مد بشه اما کش میدیم، مد میدیم ولی پر نمیخونیم چون ز از اون حروفی نیست که پر خوانده بشه.
جزاؤهم او. اینجا روی واو چیز آمده؟ همزه. اینجا همزه خوانده میشه نه واو. جزاؤهم جزاؤهم عند ربهم. نون ساکن در این خط، نون ساکن اینجا مخفی شده ساکنش. چرا؟ چون اخفا میشه. دال نه ظروف فرقی است، نه ظروف یرملونه، نه باز. نون رو در بینی ادا میکنیم، به همین خاطر ساکنش هم شیخ عثمان طاها مخفی کرد. عند ربهم جناتو. نون تشدید داره، یه به همراه جیم. نه عطه بعدش الف صدای آ میگیره اما پر نمیشه. جنات عدن. دال ساکنه، به همراه ما قبلش خوانده میشه. اما دقت کنید که در حروف ساکن 5 حرف هستن: قاف، تا، با، جیم، دال. قاف و تا و با و جیم و دال اگه سر هم نوشته بشه میشه قطب جد. اینها وقتی که ساکن هستن مقداری در مخرجشون میلرزن وقتی تلفظ میکنیم. عد نمیگیم عد نن. عد نن تنوین بعدش تی آمده اخفا میشه. عدن تج. جیم هم مثل دال مقداری در مخرجش میلرزه. تج ری. عدن جنات عدن تجری من. نون اینجا دوباره ساکنش مخفی شده چون اخفا میشه. در بینی ادا میکنیم. من تحتی هل. همی چسبه به لام چون لام نیاز به حرکت داره. الف که حرکت نداره، اینم نداره. هر میچسبونیم به لام. من تحتی هل ان. اینجا نون بعدش چی آمده؟ نون ساکن بعدش هی دو چشم آمده، ها حروف حلقی است، اظهار میشه، به همین خاطر ساکنش ظاهره. انهار من تحتها الانهار خالدین فیها. اینجا مد میشه، اگر اینجا باید مد بکنیم. خالدین فیها ابدا. این صلا یعنی وصل اولاست. سین صاد مخفف وصل، لام اولا. وصل اولاست، بهتره که وصل کنیم. اما اگر توقف کنیم ابدا تبدیل میشه به ابدا. تنوین ان همیشه در هنگام توقف تبدیل میشه به الف. ابدا. اما اگر ادامه دادیم تنوین بعدش را آمده، حروف یرملون ادغام میشه، یعنی به جای نون را میخونیم. ابدر رضی الله. لفظ جلاله پر میشه. رضی الله عنهم. اینجا نون ظاهر میشه، اظهار میشه چون بعدش ه آمد، از حروف فرقی است. رضی الله عنهم و رضوا عنه. دقت کنید دو تا ساکن اینجا اگه توقف بکنیم که اجازه داریم ه ساکن میشه، نون هم ساکنه. عنه مقداری باید صدای ه رو ادا کنیم. اما اگه ادامه دادیم و رضوا عنه ذلک لمن، نون اینجا باز ظاهر میشه، ساکنش هم ظاهر شده. ببینیم اینجا ساکن ظاهر بود، خط بالا که اخفا شد ساکن مخفی بود. اینجا ظاهر میشه، اظهار میشه چون بعدش حرف فرقی اومده. لمن خشی ربه. اینجا ب رو میچسبونیم به ه اما ساکن چون در آخر آیه هست بعد ساکن باشه. هم این به واو هم این ضمه خوانده نمیشه. ربه. اجازه بدید که این تلاوت این سوره رو یک دفعه با هم از ابتدا داشته باشیم، از ابتدای سوره بینه. بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشی ربه. این هم از سوره مبارکه بیانه بود که به همراه شما عزیزان و سروران تلاوت کردیم. امیدوارم که عزیزان در این سوره هم اگر سوالی داشتن برطرف شده باشه. در برنامه‌های بعد همچنان مسیر تلاوت سوره های پایانی کلام الله مجید را ادامه خواهیم داد. همراه ما باشید تا تلاوتمون زیباتر و بهتر بشه. تا برنامه بعد، الله یار و نگهدار شما. شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي